9 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در شهر ترسونزاده 8 مؤسسه نو زمانوی ساحه معارف از جمله مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 83 در دهه راحت دهات ترسون تویچف، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 39 در دهه فیض‌آباد، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 36 در دهه شورخاک، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 44 در دهه یولداش اشرف، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 99 در دهه حسن‌آباد، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 122 در دهه نوآباد، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 108 در دهه شلم و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16 در دهات 10 سالگی استقلالیت را طریق فاصلوی مورد بهره برداری قرار دادند. مؤسسه‌های نو ساحه معارف در دوره تدبیرهای آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در نتیجه توجه و غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای فراهم آوردن شرایط مساعد برای به تحصیل فرا گرفتن نسل نورس بنیاد گردیده است. با مورد بهره برداری قرار گرفتن انشاءات نو زمانوی در عموم 8000 خواننده به تعلیم فرا گرفته شده، 400 نفر با جای کار و معاش خوب تامین گردیدند. دهه حسن‌آباد جماعت دهات رباط از مرکز شهر ترسونزاده در مسافه 25 کیلومتر دور جایگیر بوده. در روستای مذکور 2500 نفر ساکنان سکونت دارند. با زیاد گردیدن شماره اهالی در دهه حسن‌آباد و در دایره هدف‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان در شفت مؤسسه تعلیمی تا به امروز فعالیت داشته، با عزم وطن‌دوستانه ساکنان کارهای ساختمانی در بینای نوی تعلیمی آغاز گردید. در مهلت معین گردیده دوام 2 سال با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده، سهم صاحبکاران و دسته‌جمعی ساکنان در دهه حسن‌آباد جماعت دهات رباط بینای خوش‌طرح و زمانوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 99 بنیاد گردیده امروز مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات نوی تعلیمی بنیاد گردیده دو آشیانه بوده، دارای 12 سینخانه برهوا و مجهز با تجهیزات نوی تعلیمی عبارت بباشد. ساکنان، آموزگاران و خوانندگان این دهه دوردست شهر ترسونزاده بنیاد چنین مؤسسه نوی تعلیمی را از اقدام‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان ارزیابی نموده، مکتبی تازه بنیاد را همچون تحفه ارزشمند برای خود می‌دانند. برابریت دولت، اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ما جناب عالی محترم امامعلی رحمان اظهار سپاس و منتداری خود را بیان می‌نماییم. بیگزار این مکتب نوسالار و نسل‌های آینده چراغ علم و معرفت باشد. با افتتاح بینای نو مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 99 زیاده از 600 نفر فرزندان دهه حسن‌آباد جماعت دهات رباط شهر ترسونزاده در انشاءات تازه بنیاد به تعلیم و تربیت فرا گرفته می‌شوند. حکومت جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی مملکت جهت رشد ساحه معارف توجه بیشتر ظاهر نموده. در این زمینه در سمت تعلیم و تربیت نسل نورس انشاءات ساحه را مطابق به طلبات زمان می‌نماید. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16 شهر ترسونزاده از زمره آن انشاءات تازه بنیاد بوده. بینای اساسی تعلیمگاه در پرتو هدایت‌های سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ساخته مورد استفاده قرار داده شد. کارهای ساختمانی ماه اپریل سال جاری آغاز گردیده. انشاءات تعلیمی دو آشیانه دوام 7 ماه ساخته شده. مؤسسه تازه بنیاد امروز به ساکنان، آموزگاران و خوانندگان دهه نقشبندان جماعت دهات 10 سالگی استقلالیت همچون ارمغان ایدانه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان سپاریده شد. با ساخته مورد بهره برداری قرار دادن مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16 دهه نقشبندان 900 نفر خوانندگان در 17 صنفخانه‌های مجهز با لوازمات تعلیمی به تعلیم و تربیت جلب کرده می شود. همکنون با مورد استفاده قرار دادن انشاءات نوی تعلیمی در شفت مؤسسه نو میدانچه ورزشی بنیاد گردیده است که نسل نورس در اینجا به مشق و تمرین و آبوتاب بدن مشغول می شوند. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده و مسئولان مکتب بنیاد گردیده را از شمار انشاءات جشنی به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی معنیداد نموده ابراز داشتند که با مورد استفاده قرار دادن مکتب دو آشیانه زمانوی 66 نفر از جمله 56 نفر آموزگاران تخصصمند به کار فرا گرفته می شوند.
با توجه از دستگیری‌های پیوسته پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت تقویت بخشیدن ساحه معارف و باز هم بهتر نمودن صفت تعلیم و تربیت نسل نورس در دهه ستار رجبوی جماعت دهات نوآباد بینای دو آشیانه خوش‌طرح و زمانوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 122 مورد بهره برداری قرار داده شد. گذشته از این فرزندان دهه مذکور مسافه 3 کیلومتر راه را طی نموده در دیگر مؤسسه تحصیل می نمودند. مشکلات اساسی و دوری راه سبب اساسی بنا یافتن چنین انشاءات نوی ساحه معارف در دهه ستار رجبوی شهر ترسونزاده گردید. کارهای بنیادی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 122 ماه دکمبر سال 2023 شروع گردیده انشاءات تازه بنیاد دوام 2 سال با صفت بلند و جوابگو به طلبات امروزه ساخته شده است. انشاءات بنیاد گردیده 2 آشیانه بوده. در برابر 11 سیمخانه‌های برهوا همچنین دارای کتابخانه، 5 حجره کاری و آشخانه مکتبی میباشد. ضمن کارهای ساختمانی انشاءات تعلیمی که اساساً با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده و با سهم جوانمردان برومند دیار و ساکنان ساخته شده است، بناکاران مؤسسه تعلیمی را با مرکز گرمدهی معاصر مجهز نمودند. همچنین صحن مؤسسه و سیمخانه‌های تعلیمی نوبنیاد توسط پنل‌های آفتابی روشن گردیده. نسل نورس ضمن مشغولیت در سیمخانه‌های کامپیوتری از این منبع آلترناتیوی نیروی برق استفاده می‌نمایند. بالاپوش مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 122 از حساب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بنیاد گردیده میز و کرسی خوانندگی باشد. از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان به انشاءات نو بنیاد گردیده دسترس کرده شده است. من یادگارزاده نظیر خواننده صنف دهمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 122 میباشم. من سپاس به اندازه خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم پیشوای ملت امامعلی رحمان میرسانم که به ما جوانان امکانیت‌های خوب را فراهم آوردند. دولتزاده شیرین خواننده صنف 9 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 122 میباشم. ما فخر از آن داریم که در چنین دولت آباد و زیبا و با پیشوای غمخوار و عادل که برای ما چنین شرایط خوب و زمانوی را مهیا گرداندند تا اینکه ما خوانندگان به یگان مشکلی تحصیل نماییم. ما جواباً به این غمخواری های دولت و ملت و به پیشوای معظم کشور باید در مؤسسه با بهای خوب و اعلا و رفتار نمونوی تحصیل نموده در آینده نامبرداری وطن مادری خویش گردیم. با مورد استفاده قرار دادن مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 122 800 نفر نسل نورس در 2 بست به تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند. بنیاد انشاءات مذکور فراهم آورد که فرزندان ساکنان دهه ستار رجبوف و محله نو بنیاد جماعت دهات نوآباد شهر ترسونزاده در مکتب نوی زمانوی به تحصیل فرا گرفته می شوند. شلوم از دوردستترین روستا در جماعت دهات نوآباد شهر ترسونزاده به شمار رفته، امروز ساکنان با شکرگزاری از فضای آرام و ثبات جامعه برای آبادانی دیار دستجمعانه در کارهای سازندگی مملکت سهم ارزنده گذاشته ایستادند. ساکنان دهه کوهستان شلوم جهت فراهم آوردن شرایط بهتری علم آموزی فرزندان خویش با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با راه اندازی تدبیر دستجمعانه و حس بلندی وطن دوستانه در دهه خود انشاءات زیبای و برهوای تعلیمی را بنیاد نموده مورد استفاده قرار دادند. بینای خوش‌طرح و زمانوی بنیاد گردیده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 108 با جلب مبلغ‌های ساکنان، جوانمردان برومند و مردان سخاوتمند دیار در مهلت معین گردیده ساخته مورد استفاده قرار داده شد. کارهای ساختمانی ماه ایول سال 2023 آغاز گردیده در کارهای بنیادی انشاءات نوی تعلیمی اساساً ساکنان محلی به کار جلب گردیدند. خرسندی بخش آن است که در بنیاد و مورد بهره برداری قرار دادن انشاءات تا مکتبی، تعلیمی و تندرستی دهه‌های جماعت دهات نوآباد دوام سالهای اخیر سهم ساکنان بیشتر به نظر می رسد که این از همکاری سودمند مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده با مکتب و اهل جامعه شهادت می دهد. در جماعت دهات نوآباد سال 2024 با راه اندازی تدبیرهای سازندگی مسافه 44 کیلومتر راههای محلی منفرش گردید.
و در این برابر نقش اهل جامعه دهات مذکور در ساختمان انشاءات انفراستراکچور دهات سال جاری نظر است ارزیابی می‌گردد. بنای تازه بنیاد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 108 دهه شلم دارای 11 صنفخانه تعلیمی و از یک حجره کاری عبارت میباشد. با مورد بهره برداری قرار دادن انشاءات نوی تعلیمی همکنون 550 نفر نسل نورس در دو بست به تعلیم و تربیه جلب کرده می شوند. اگر در کارهای ساختمان انشاءات نوی تعلیمی دهه شلم 50 نفر ساکنان محلی به کار جلب گردیده باشند، با افتتاح مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 108 12 نفر کارمند تکنیکی و 48 نفر آموزگاران در مجموع 60 نفر با کار دائمی تامین خواهند گشت. در جاده مکتب سازی اهل جامعه جماعت دهات نوآباد با عزم آبادکارانه روند کارهای بنیادی را رواج داده، عین زمان در دو دهه‌های دیگر چنین انشاءات ساحه معارف را ساخته ایستادند. دوام امروز در جماعت دهات نوآباد شهر ترسونزاده با مورد استفاده قرار دادن دو مؤسسه نوی تعلیمی در مجموع 1300 نفر نسل نورس در صنفخانه‌های نوی با لوازمات مجهز تعلیمی تحصیل می‌نمایند. در حقیقت علم و فرهنگ بهترین گنج محسوب می‌گردد. ما آموزگاران دوران استقلال افتخار از آن داریم که پیشوای معظم ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امام علی رحمان به ساحه معارف توجه خاص دارند. امروز با قدم مبارک ایشان مؤسسه های تعلیمی در خود را برای زیاده از 6000 خواننده باز نمودند. در قیاس با مؤسسه های پیشین، مؤسسه هایی که امروز گشاده می شوند شرایط خیلی خوب دارند و ما می فخریم از آن که شاگردان ما در صنفخانه های برهوا در شرایط خوب تحصیل می گیرند. جواباً به غمخواری های پیشوای معظم ملت ما آموزگاران نسل نورس را در روحیه وطن دوستی تربیه می نماییم و در نهاد آنها بهترین خصلت های انسانی را تربیه نموده کوشش به خرج می دهیم که آنها چون اجدادان خود ملک الشعرا ابو عبدالله رودکی، حکیم فردوسی، مولانا جلال الدین بلخی، ابو علی ابن سینا در تمام جهان شخصیت های شناخته باشند. صاحب استقلالی وطن نعمتی بی‌بها محسوب یافته نسل نورس دهه شلم شهر ترسونزاده در جواب به این دستگیری های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان نیت دارند که دانش خود را صیقل داده در آینده در ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مملکت سهم ارزنده خود را گذارند. خرسندی بخش آن است که در بنیاد دو انشاءات نوی تعلیمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 122 و 108 دهه شلم جماعت دهات نوآباد سهم صاحبکار وطنی و انسان مهنت دوست ارزشمند می باشد. با دستگیری این مرد نجیب دو مکتب نو بنیاد گردیده در جماعت دهات نوآباد شهر ترسونزاده با آب تازه نوشاکی تامین گردیدند که شایسته عبرت دیگر ساکنان مملکت معنی داد می گردد. 9 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر ترسونزاده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 83 را در دهه راحت جماعت دهات ترسون تویچف به طور فاصلوی مورد بهره برداری قرار دادند. کارهای ساختمانی در بنای تازه بنیاد سال 2023 آغاز گردیده در مهلت پیش بینی گردیده با صفت بلند به انجام رسانیده شد. پرتو سیاستی خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان کمک و دستگیری های ساکنان دهه امروز مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 83 قامت افراخت. قبلا خوانندگان مؤسسه برای ادامه تحصیل در صنف‌های 5 و 11 و دیگر مؤسسه ها می رفتند که این کار خوانندگان را بسیار دشوار می گردانید. ما آموزگاران مؤسسه تعلیمی رقم 83 مینداری خیش را به پیشوای محبوب ملت رسانیدنیم که برای ما آموزگاران و خوانندگان یک شرایط خوب برای تعلیم و تربیت فراهم آوردند.
مؤسسه نو زمانوی با توجه و غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای به تحصیل فرا گرفتن نسل نو را بنیاد گردیده در دوره کارهای آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی برای ساکنان شهر ترسونزاده همچون تحفه ارزشمند ارزیابی گردید. بنای مؤسسه از دو آشیانه عبارت بوده، آن دارای 8 صنفخانه برهوا، اینچنین حجره کامپیوتری و دیگر حجره‌های یاری رسان بوده. مساحت عمومی آن 1280 متر مربع را در بر میگیرد. باید تذکر داد که قبلا با سبب نبودن چنین امکانیت خوانندگان در دهه راحت به تحصیل ابتدایی فرا گرفته شده برای ادامه تحصیل به دیگر مؤسسه‌های تعلیمی مسافت 4-5 کیلومتر راه را طی نموده به دیگر دهه‌ها می‌رفتند که در فصل سرما به مشکل دچار می‌گردیدند. اکنون با مورد به استفاده قرار دادن این مؤسسه نو زمانوی ساکنان دهه امکان دارند به مشکل تحصیل خود را در دهه خود ادامه دهند. بنا به اطلاع مسئولین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 83 با مورد به استفاده قرار دادن انشاءات نوی ساحه معارف 24 آموزگار صاحب تجربه و دیگر کارمندان تکنیکی در عموم 28 نفر با جای کاری و معاش خوب جلب گردیدند. انشاءات نوی ساحه معارف با طریق حشر عمومی با جلب ساکنان محلی بنیاد گردیده در آن 400 خواننده به تحصیل فرا گرفته میشوند. ضمن شناسایی با شرایط تعلیم و تربیت سرور دولت محترم امامعلی رحمان توجه مسئولین ساحه را به استفاده ثمره بخش از امکانیت‌های فراهم شده، آموزش علم‌های دقیق، زبان‌های خارجی و رسیدن به قدر دستاوردهای زمان صاحب استقلالی هدایت نمودند.